علامت حتمی که خروج سفیانی است که در رأس دشمنان حضرت ولیعصر علیه السلام هست و از مشرکین هست و کشتارهای زیادی به خصوص حالا تو همین منطقه شامات و خاورمیانه خواهد داشت. دوم خسف بالبیداء هست، دومین علامت حتمی، یعنی همین لشکریان توی منطقه بین مکه و مدینه اونجا زمینگیر میشن و از بین میرن. سوم قتل نفس زکیه است که یک انسان بسیار پاکدامن و با تقوایی در مکه و به هر حال گردن زده میشه و او رو به ظلم میکشن. چهارم خروج یمانی هست که از یمن خروج میکنه و پرچم حقی رو بلند میکنه. و پنجم صیحه آسمانی هست که یک صیحه‌ای در شب 23 ماه مبارک رمضان زده میشه از طرف جبرئیل. حالا جزئیاتشو من دیگه نمیخوام.